علیکم. من یک شهران تاجیکستان. سوال من به استاد محیدین کبیری. بفرمایید. از چه خاطر استاد محیدین کبیری میگویند که او میتینگ یا تظاهراتی که روز 21 در نظر داشته شده است از طرف ما نیست؟ آن کس با این گفته‌های خودشان او تظاهراتی که مردم پخته آمده است و مردم تیار است که به خیابان ها ریزد و این بیشرف رحمان را سرنگون کند، با جای آنکه طرفدار مردم باشند استاد محیدین کبیری برای چی گفته بعضی ها که خودشان را به قفا کشیده ایستادند و پیش خودشان را توضیح کرده ایستادند؟ نظر محیدین کبیری را من فهمیدنی بودم که نه، بلکه من میلیون ها مردم تاجیک امروز میخواهد نظر محیدین کبیری را فهمد که از چه خاطر آن چیزی که تیار است و مردم ما تیار هستیم که روز 21 به تظاهرات برایم، استاد محیدین کبیری نمیخواهند این را. از چه خاطر پیش راه مردم را گرفته ایستادند؟ یا اینکه استاد محیدین کبیری خودشان تیار نیستند برای انقلاب؟ من شوکت جان سوال خوب دادیم برادر. بله بفرمایید. همین برادر حالا در کجا هست، نامش، یا مثلا وقتی میگه که ملت تیار است و میگه که شاید که من تیار نباشم برای این کار، همین برادر خودش تیار هست؟ همین برادری که سوال داده ایستاده است خودش تیار هست؟ حالا در کجا است و این خیزش مردمی را چگونه تصور میکند که میگه میلیون ها آدم آماده هستن برای خیستن؟ من شک ندارم شاید میلیون ها نه، ولی ده ها هزار جوانمردی تاجیک الکی برای مبارزه آماده است. شاید اگر یک مدت دیگر خوب کار شود این شماره به صدها هزار نفر میرسد که واقعا برای مبارزه آماده است. برای مبارزه آماده بودن یعنی چی؟ فقط اینه که بیایم در اینترنت، در فیسبوک، در یوتیوب چند جمله بگویم و همون تمام. برای مبارزه آماده بودن وقتی که یک انسان میگه من برای مبارزه آماده هستم، تمام این مسئولیت رو به دوش میگیرد، چون در مبارزه با چین یک دیکتاتور که به خاطر منصب و مقام و پولش به همه کار رفتنش ممکن است، در اینجا قربانی هست، در اینجا هجرت هست، در اینجا زندانی شدن هست. چون ما این رو از سر گذرانده ایم. برادران من، اعضای حزب ما، اعضای ریاست حزب، معاونان من با حکم ابد در زندانند. خود من پروندم حکم ابد است و ریاست حزب در زندان هستند. اینها این راه را انتخاب کردن، راه مبارزه مصالحت آمیز، به خاطر این قربانی دادن و پشیمان هم نیستن. ما نیاز به این گونه افراد داریم که حداقل شمارهشون 10,000 20,000 تا 100,000 باشد. اون وقت می شود گفت که ملت برای مبارزه تیار است. اما من فکر نمیکنم که الان در همین شب و روز یعنی شماره به اون حد باشد که واقعا این برادر میگه. اگر این برادر درست میگه پس خیلی کاری خوب است، خیلی وضعیت خوب است. اما چرا روز 21؟ چرا روز نوروز؟ چرا روزی که مردم جشن دارن، مردم باید که بهار رو پیشواز بگیرن؟ سبب برای روز 21 چی است؟ من این رو نمیفهمم که برای چی مثلا من میگویم بله بفرمایید. اگر اجازه دید من میگویم برای چی روز 21؟ از آن خاطر مردم تاجیک روز 21 انتخاب کرد که برای آنکه نه یگان مخالفین روز انیقش رو نمیگوید، یگان مخالفین نمیگوید که باید که کدام روز باشد. مردم خودش این رو انتخاب کرد. این یکم. دویم سوالی که استاد کبیری دادن من جواب میدهم. اون کس میگویند که مردم ما تیار نیستند. گیرید همسایه قرغیز رو 1000 نفر به میدان ریخت، 1000 نفر به میدان ریخته شد و در
قرقیزستان همسایه ریولوسیون شد، انقلاب شد، مجبور شد که رئیس جمهورش به استعفا رود. این ظالم ما رحمانوف کیست؟ کسی که نباشد. اگر که او که از سایه خودش امروز میترسد، نه که از مردم، او از سایه خودش میترسد. من 100% اطمینان دارم که اگر به میدان اقل 1000 نفر نه 500 نفر ریخته شود، رحمانوف رو دیگر سایه‌اش رو از تاجیکستان هم نمیابید. نمیدانم به دیگر دنیا گریخته میرود یا که خودکشی میکند. من همین رو نمیفهمم که از چه خاطر شخصانی که میخوان انقلاب باشد مردم رو به قفا کشیده ایستاده. ما تیار هستیم، ما شخصا خود من تیار هستم که در همه راه بگذار برن زندانی کنم، بگذار پرانن، بگذار کشن. بهتر است از این روزی که ما زندگی داریم در تاجیکستان و خلق تاجیک، مردن ما بهتر است از این روز. از چه خاطر شما باز به قفا میکشید؟ بگذار مردم ریزن. در سرحد قزاقستان، در سرحد ازبکستان، در سرحد روسیه باور کنید هزارها هزار جوانها تیار هستند که اگر لازم باشد پای پیاده هم پیاده میرویم تا به دوشنبه، که در روز 21 انشاءالله در روز 21 باید که در دوشنبه باشه. اگر در دوشنبه نباشن بگذار که در هر یک ناحیه بگذار تظاهرات شود. برای چه مردم رو به قفا میکشید؟ استاد کبیری، ما به شما اعتماد زیاد داریم، اما حاضر با یک سخنی که شما گفته میتواند پیش راه این تظاهرات رو گیری. دیگر دست نمیدهد به مردم ما، چون روز دست دادنش رو دیگر خدا میداند. دیگر باقی در امان خدا باشه. تشکر به شما برادر عزیز. سلامت باشه. واقعا من این برادر وقتی که تا آخر گوش کردم بسیار راحت کردم، یعنی خرسند شدم که خدا را شکر یک برادری مبارز و صمیمی هست و روز به روز صف این گونه برادران زیاد شده ایستاده است. برادر عزیز، خدای نکند به هیچ وجه هر کسی اگر پیش راه مبارزه ملت رو بگیرد، هم در نزد پروردگار شرمنده است، هم در نزد مردم، و اصلا او دیگر شهروند تاجیک نباید نام داشته باشد. حالا نه سیاستمدار میگم نه کسی دیگر. اما مطمئن باشید من تمام این برادران خواهران، تمام دوستانی که برادران شما هستند در پیمان ملی، در نهضت، در تمام این حزب و حرکت هایی که واقعا هم رسیدن تاجیکستان رو به یک آزادی و عدالت میخواهند و داشتن یک حکومتی بدون این دزدان و غارتگران، در همون فکر هستم که شما هم هستید. ما فقط یک اختلاف نظری بسیار میده داریم با شما که شما میگوید که الان مثلا همین روز 21 را که مردم انتخاب کرده است روزی خوب است و باید در همون روز این تظاهرات برگزار شود. ما میگیم که نه، این روز مناسب نیست و همون چند نفر مثل شما دیگرانی که آماده مبارزه هستید، چه خیلی که در سال 2014 وقتی که یک روز تعیین شد بدون مشورت، بدون کدام سبب خاصه، و واقعا هم دیگر حالا خودی هم برادرانی هم که تشکیل کردن، من مصاحبه‌هاشون رو بعداً گوش کردم و خودشون گفتن بارها که در همون وقت هم یک اتحاد نظر نبوده است، اختلاف نظر خیلی زیاد بوده است در این روز. بسیارها گفتن غلط است ولی بالاخره اعلام شده است. حالا تقریبا بعد 5 سال همون تاریخ تکرار می شود و نباید ما فقط به خاطر آن که مثلا شما طرفدار همین روز 21 هستید ما مخالف هستیم یکدیگر رو مثلا بیایم متهم کنیم، مثلا ما شما رو بگیم که حالا اینجا پرووکاسیون هست یا شما بگید که اینها ملت رو به قفا میکشن. نه برادر، از این طور نیست. مطمئن باشید که همه ملت آهسته آهسته تیار شده ایستاده است و اگر شما همین جمله گفتید که شما یا یک قسم مردم به ما اعتماد دارن، اگر من بگویم به خیابان بریزید مردم میریزن، اگر بگویم که نروید پیش راه مبارزه گرفته می شود، اگر شما این اعتماد رو به من داشته باشید، به برادران و خواهران اطراف من داشته باشید،
پس بیاید همون اعتماد رو نگه بدارید. پس معلوم شد که در شما یک جوهری هست، یک فهمیش هست، یک عدالت خواهی و مبارز بودن هست. پس بیاید همون به یک شکل درست در جای درست استفاده بریم. مطمئن باشید اگر اون روز من خودم درک کردم، چون بالاخره وقتی که یک رهبر سیاسی تصمیم میگیرد، تصمیمش فقط به خاطر یا برای احساسات مردم نیست که مردم بگن که ماشاءالله ببینید کبیری چقدر غیرت و جسارت دارد که آمد روز 21 رو اعلام کرد و مردم رو سفربر کرد. نه، من فضای بین المللی رو در نظر میگیرم، فضای منطقه رو در نظر میگیرم، خود بیداری و آمادگی مردم رو و اون سببی که برای اون مردم میتونن به خیابان بریزن. چون که منم مثل شما برادری عزیز به این نتیجه رسیدم که رحمانوف به یگان انتخابات، به یگان مشورت، به یگان فهماندن او از قدرت نمی رود. بعد خودش باز پسرش رو یا دخترش رو نمیدونم کدام یک دزد دیگر رو میارد برای اون ثروت‌های دزدیده‌شون رو نگه داشتن. و ما و شما چی میشویم؟ تاجیکستان چی میشود؟ تاجیکستان مثلا در همین 7 سال اخیر چقدر قفا رفت از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، از لحاظ سطح آزادی ها و این قفاروی باز زیاد شدن میگیرد. این فقط میاد یک مثلا شهر دوشنبه را، اونم یک خیابان رودکی را آباد میکند، چند بنا میسازد و گل مثلا 10 میلیون گل لاله از هلند سفارش دادن. برای چی؟ برای 2 هفته سلفی گرفتن رحمانوف. این کارها زیاد میشود. من و شما باید این را بدانیم که با رحمانوف تاجیکستان آینده ندارد. اما کی در کدام وقت باید این حرکت انجام شود که باز 5 سال دیگر همون طوری که یک مرتبه شد دیگر پیش روی این مبارزه گرفته نشود، تسبی مردم یا این جوشش مردم باز خاموش نشود، بلکه همین روند رو به افزایش باز ادامه یابد. من و شما اگر در تماس پیوسته باشه، منظورم مستقیم هم نباشد، حالا یکدیگر رو درک کنید، بفهمید. من نظر شما رو گرفتم، شاید این نظر شما نظری 10,000 شهروند تاجیک باشد که مثل شما فکر میکنم. من احترام دارم، قبول دارم، اما خواهش میکنم که شما هم نظری مسئولین، کسانی را که مثل شما در غم همون وطن ملت هستند، نظر ما را هم گوش کنید. اگر قبول کردن نتوانسته، حداقل بگید برادر کبیری برادر ما هست ولی اشتباه میکند. من هم میگم که شما یک برادر ما هستید، برادر بسیار خوشفکر و مبارز، اما فکر میکنم که در این تصور که روز 21 مارس مردم میبرند و این نتیجه میده، من فکر میکنم که شاید شما اشتباه کنید. باور کنید اگر 21 مارس نه، همین 18 مارس همین حادثه شود، یک مردم بخیزد این دیکتاتور از سر قدرت 3 روز پیشتر هم اگر دور کند، من از شما بیشتر خرسند میشوم. اما من اون وقت ناراحت میشوم که اگر هر روزی هم شود باز خدای نکرده این خیزش مردمی باز سرکوب شود، چون که نشانه‌هاش رو دیده ایستادم که از یک طرف مردم بیدار شده ایستاده است، مردم جسورتر شده ایستادن، از طرف دیگر حکومت در فکر یک پرووکاسیون است. حالا من نمیدونم فرصت میشود یا نه شوکت جان، اینم باید بگویم که چون دلیل ها در دست ما رسید و حتی با پاسپورت و با نام و با همه شهروندان افغانستان که با آنها پاسپورتی دکومنتی تاجیکی کردن، کاپی هر دوش در دست ما هست، همون یک نفر هم با دکومنت افغانی و هم تاجیکیش، اینا را میخوان از مرز افغانستان، از طرف افغانستان به تاجیکستان بگذرانن و در اونجا یک زد و خورد مسلحانه تشکیل کنن، بگن که نه مجاهدین نهضت اسلامی تاجیکستان از طرف افغانستان هجوم کردن یا یگان گروه دیگر و وضعیت را در تاجیکستان نظامی کنن، امنیتی کنن تا اینکه پیش روی همه این مبارزه ها را بگیرن. این فکت و رقم ها برادری عزیز، حالا کسی که سوال داد، اینا در دست ما همش هست که احتمال دارد پیش از نوروز، احتمال دارد در روزهای نوروز یا بعد از نوروز حکومت تاجیکستان چنین یک پرووکاسیون را با همکاری بعضی گروه ها در طرف افغانستان این را انجام بدهد. این رفت آمد مقامداران افغانستان و تاجیکستان، بعضی از اون کروپسیونرهایی که علاقه رسانه‌ها را خواندید، پول و طلا را آورده در فرودگاه دوشنبه میخواستند چیکار کنند و کروپسیونرهای تاجیکستان با هم دیگر رفت آمد دارند. یتیموف بیهوده 2 مرتبه در این چند ماه اخیر کابل نرفت.
اینها میروند و در اونجا مشورت میکنند، یکدیگر را متقاعد میکنند که بعضی کارهای مشترک رو در اینجا انجام بدهند تا اینکه کورپسیونرهای هر دو طرف مرز، این فسادکاران هر دو طرف مرز بتوانند از حساب مصیبت ها و مظلومیت های مردم افغانستان و تاجیکستان باز حکومت خود را یک کمی دیگر طولانی کنند. مطمئن باشید برادر عزیز که اگر اون روز ساعت رسید من در خدمت شما هستم. تشکر زیاد استاد گرامی.